سلام خانم شهزاده، حال هوای هلند چگونه است؟ خود شما هم الکی آواز دادید یا نه؟ من هنوز آواز ندادم، اما ساعت 7:30 صبح مرکزهای آوازدهی باز هستن، مردم آواز میدن. حتی بعضی از جوانان هم دیدم که قبل از اینکه برن دیسکو رای دادن و بعد رفتن. شب هم حتی میتونستن آواز بدن، اونایی که نمیتونستن امروز آواز دهن. من تصمیمم را گرفتم که بکی آواز دهم، اما هنوز آواز ندادم. ببینید، یکی از نگرانی های اصلی در آستانه انتخابات هم این پیروزی احتمالی حزب گرد ویلدرز روزگارا و نیروهای ضد مهاجران در کشور است. از نگاه شما تا کجا واقعا هم در صورت پیروزی این نیرو می شود گفت استراتژی سیاسی هلند یک کشور مهمان نواز مهاجران می تواند کلاً تغییر یابد؟ این البته نگرانی ها درست است، اما ما باید بیشتر توجه داشته باشیم به ساختار انتخاباتی که در این کشور رایج است. من این لیست را در واقع این نامگو رو اینجا آوردم که نشان دهم به مخاطبان آزادی که متوجه باشم. این نامگو رو که میبینید نامگوی نامزدهایی هستند که مردم امروز به آنها هم رای میدن، همزمان به اینکه به حزب رای میدن آواز میدهند و این نماینده ها هم رای میدن. و در هلند کم پیش می آمده که یک حزب برنده شده باشد. معمولا مجموعه 3 یا 4 حزب هست که به قدرت میرسن و دولت رو تشکیل میدهند. این بار هم حتما 3 حزب بالا خواهد آمد و نگرانی ها از آن هست که حزب گرد ویلدرز، حزب برای آزادی، ممکن است که در بین یکی از این حزب ها باشد که در تصمیم گیری های دولتی سهم خواهد داشت. اما خوشبختی آنجاست که بقیه احزابی که بالا دست هستند و تا این حال در قدرت سهم داشتند، یعنی تعداد بیشتر میزها رو در پارلمان این کشور داشتن، اینجا توید کامر یا در واقع پارلمان دولتی دوم مینامند، همکاری نخواهند کرد. خب ببینید، انتخابات پارلمانی در هلند زمانی برگزار می شود که میان حکومت‌های ترکیه و هلند بیگو مگوها ادامه دارد. از نگاه شما چنین مناسبت چه پیامدی داشته می تواند؟ یکی از نکات مهمی که این در بحث‌های انتخاباتی اینجا صورت گرفت این بود که سیاست‌های اردوغان رو دولت هلند نمیپذیره و اصلا قرار اتفاقی بیفتد که در تاجیکستان افتاد. قرار است که رئیس جمهور قدرت بیشتری داشته باشد، تصمیم‌های اصلی رو خودش بگیرد. این چیزی است که دولت هلند مخالف آن است. چرا حالا مخالف آن است؟ به خاطر اینکه برای اینکه شهروندان ترکیه‌ای که در هلند زندگی می‌کنند و کلا در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند، بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 1963 در اتحادیه اروپا تصویب شده، به آنها این استثناء رو قائل شده که میتوانند پاسپورت‌های خودشون رو نگه دارن و هم در ترکیه رای دهند، آواز دهند و هم در اتحادیه اروپا در انتخابات شرکت کنند. بسیاری از کارشناسای سیاسی در اتحادیه اروپا فکر میکنند که این قانون کارگر باعث این شده که این مهاجران برای تقویت اسلام هم در ترکیه آواز میدهند و هم در اتحادیه اروپا آواز میدهند و تعدادشان هم به 3 میلیون اعلام شده. تشکر زیاد. خب یادآور میشدیم که به سوالهای ما پاسخ میدادند خبرنگار رادیوی زمانه در امستردام شهزاده نظرزاده. ممنون از شما.